سلام ننه خوبه خوشه میخوام نون برنج برشتون درست کنم. هرچی شیرین نرمی باب دندون حاجی هم دوست میداره. هرچی شما بگن نگو من میگم حاجی دوست میداره ها. نگاه کنه حالا چی میخوا ای آردش نگاه کنه ها. ای آردا اینا ننه آردا برنجم 150 گرم. آردا سفیدن 150 گرم. بی آسونه هلشن یه قاشق پره چای خوری. روغن جامد چقدر میخواد؟ این 150 گرم. ببین چقدر آسون 150 حالا ببین شکر سایدشه. این دیگه 70 گرمه. این خور گلابی هم اینا گلابای 60 گرم. تخم مرغ یه دونه بیشتر نمیخوام. حالا بریم که یادتون بدم. تخم مرغ یه خورده میزنیم خیلی نه ها. شکر سابیده رو میریزم. گلابا رو میریزم ها. اینا که آماده شد اینا رو بذارین کنار تا بگم تو ها. حالا آردار خودم قاطی کردم ها. میریزیم شروع روغنا. دیگه خود همزن به هم شو میزنم. حالا خود قاشق یه خورده به هم شو بزنه که توی همزنو گیر نکنه. بعدش دیگه روشن میکنیم. ها یه 2 دقیقه زدیم نه کنه چطور کشدار شد خوب شد. حالا دیگه ها تخم مرغ و بقیه موادشم میریزیم. کم کمو بریزیم یه باش. یه دقیقه زدیم شد دیگه بس نکنه ها. حالتش نکنه اینطوری دیگه بسش نکنه. یه خورده ای خمیرا برداره مادر. اینا خیلی خوب گرد نمیشن شلپلوین ها. طوری نیست. همینطوری یه ذره شکل بگیرن. اینا رو یه ذره شکل گرفت دیگه بذارین تو سینیفر. بعدش یه 10 دقیقه بمون. بعدا این مهر بزنه روشون. ها الان 10 دقیقه دیگه. این مهرو من نه بچهای شکستن دستش. حالا دی چاره ای نیست. ها این میزنه تو آردا برنج یه واشو میزنه. این رو اینا قالب بزنه. ها این آرد میزنه که نچسب. ما یه واشو بزنه. نه همینطوری ها. چه نون برنجی بشه خود دمنوش. حالا ای ها ناخونتون بزنین توی تخم غرفه میچسبه. بزنین روی نون برنجی ها اینطوری یه ربع ساعت یعنی تو فر باشن دیگه. زیرشون طلایی شد میاریمشون بیرون. حالا اونایی نه قالب ندارن خود قیف هم میشه. ما قیف نداشتیم توی پاکتی ها. میخوایم مثل شیرینی ها یزی بشه خوشگل بشه ها. بریزن توی پاکتی دیگه مثل قیف بریزه. حالا نها کنه ها. هم تو کوچکو مثل قیف میریزیم. چیزا خوشگلویی میشن. این نون برنجی آماده شد. اینا کوچکوترن اینا بزرگوها. حالا بعضیا زعفرون میریزن ما نمیریزیم. نه دیگه همینجوری ساده دوست میداریم. با دمنوش بخوره خوشمزه. کارا عید من هنوز نکردم. دور من نگاه نکنه که کسی به هم ریزه. هنوز کارا عید نکردم. اول شیرینی بزنم تو فریزر شیرینیام بزنم بعدش کارا.